بچه‌ها تو این ویدیو میخوام با یه ویژگی خیلی کاربردی تو جاوا اسکریپت آشنا بشیم به اسم ارو فانکشن یا همون تابع‌های پیکانی. با من همراه باشید. یه تابع با اسم مای فانکشن میسازم که یه خروجی رو واسه میخوام تو کنسول چاپ بکنم. تابعمو مینویسم. حالا هدفم از نوشتن این تابع اینه که مقایسه کنم تابع‌های پیکانی رو با توابع سنتی که با کلمه کلیدی فانکشن تعریف میشه. تو کنسول سلام امیر رو می نویسم که واسم چاپش بکنه. حالا خروجی رو با هم می بینیم. تابع و فراخونی می کنم. میرم تو محیط کنسول گوگل کروم، صفحه‌مو یه بار رفرش می کنم. سلام امیر رو واسم چاپ کرد. حالا همین خروجی رو میخوام با ارو فانکشن بگیرم. کدامو کامنت میکنم، یه متغیر میسازم با کلمه let به اسم همون تابعی که بالا تعریف کردم. یعنی ما به جای کلمه کلیدی فانکشن اون کلمه رو یه متغیر واسش میسازیم و کل تابعمون رو بهش تخصیص میدیم. اینجا چون پارامتر ندارم یه پرانتز باز و بسته خالی میذارم، پیکان سمت راست و توی خط کنسول دات لاگ رو مینویسم. حالا همون پیام رو من تو کنسول دات لاگ مینویسم. میخوام خروجی بگیرم، صفحه‌مو رفرش میکنم. میبینید که هیچ خروجی رو بهم نشون نداد. دلیلش هم اینه که تابعم رو فراخونی نکردم. تابع رو فراخونی میکنم با هم ببینیم. F5 رو میزنم. ببینید که سلام امیر رو واسم چاپ کرد. خب اگه دقت کنید ما همون کار بالا رو با یه خط کد نوشتیم و تابع و فراخونی کردیم. حالا تو ادامه چند تا مثال میزنم واسهتون تا یاد بگیرین دقیقاً چجوری ازش استفاده کنید. با من همراه باشید. من یک کنستانت به اسم دوو میسازم و دیگه از کلمه let استفاده نمی کنم چون متغیرم نمیخوام که دیگه تغییر نمیکنه تو طول برنامه. یه ثابت به اسم دوب می نویسم. اینجا چون یه پارامتر داریم دیگه پرانتزم نمیذاریم و چون یه شرط داریم از ریترن و کرلی بریس هم استفاده نمی کنیم. کل دستورمون رو تابع رو توی خط می نویسیم و فراخونیش می کنیم. اینجا 16 و به عنوان آرگومان بهش پاس میدم و تو خروجی میخوام نتیجه رو ببینم. میبینید که عدد خروجی رو 2 برابر کرد. حالا 1000 رو بهش میدم، 2000 رو واسم چاپ میکنه. اینجا چون هیچ ورودی نداریم پرانتز خالی فقط می نویسیم و خروجی میخوایم که یه پیامی رو واسمون به عنوان متن چاپ بکنه. یه تابع می نویسیم به اسم say hello. واسه خروجیش یه پیامی رو می نویسیم. من اینجا تو کنسول دات لاگ می نویسم hello. من ببینم که hello واسم چاپ میکنه یا نه. تابعمو نوشتم و میخوام فراخونیش کنم. میرم تو کنسول گوگل کروم F5 رو میزنم. میبینید که واسمون همونو چاپ کرد. این یکی از تمرین‌های ساده و مهمه. تابع بررسی میکنه عدد زوجه یا نه. خروجیش یه مقدار بولینه. اگه جواب درست بود ترو برمیگردونه، اگه غلط بود بهمون فالس برمیگردونه. من تابع ایز ایون رو نوشتم. دستور شرطی هم که گذاشتم واسه ریترنش میگم که هر عددی که به عنوان خروجی بهت میدیم تقسیم بر 2 کن. باقی مونده بر تقسیمش اگه 0 بود یعنی تروه، زوجه. در غیر این صورت فالس رو بهمون برمیگردونه. ببین اینجا من بهش 4 رو پاس دادم و میخوام خروجی رو ببینم. F5 میزنم. ببین چون 4 باقی مونده بر تقسیمش 0 و زوجه ترو بهم برگردونه. حالا بهش 5 میدم بهم
فالس رو برمیگردونه. میتونم شرط رو تغییر بدم، بگم که برعکسش اگه صفر نبود به اون ترو برگردون. ببین الان من شرط رو عوض کردم، با 5 برعکس قبلی بهم ترو برگردون. حالا اگه 4 بهش بدم بهم فالس برمیگردونه. خب اینجا وقتی بیشتر از یه ورودی داشته باشیم باید حتما پرانتز رو بذاریم. یه تابع می نویسم به اسم اد، پرانتز رو باز میکنم، آ و بی رو به عنوان پارامتر بهش پاس میدم. تو خروجی اون دو تا عددی که به عنوان ورودی بهش دادیم و پارامترمون بود با هم جمعش میکنیم. تو کنسول دات لاگ حالا دو تا عدد تصادفی بهش میدم که ببینم تو خروجی واسم چاپ میکنه یا نه. حالا قدرت اصلی توابع پیکانی تو همین استفاده از متدای آرای است. اینجا من یه متغیر به اسم یه آرایه به اسم نامبر ساختم که 3 تا عضو داره. یه تابع هم تعریف میکنم به اسم دوب که هر عضو آرایه نامبر رو میگیره و با متد مپ اونو تو خروجی ضرب در 2 میکنه و واسمون چاپ میکنه. دستور شرطی رو بهش میدم، میگم که هر عضوی از نامبر رو ضرب در 2 کن، همون آرایه رو واسمون چاپ بکن، ولی فرقش اینه که 2 برابر میشه. تو کنسول تابع دوبل رو به عنوان آرگومان بهش پاس میدم که خروجیشو ببینیم. رفرش میکنم صفحه رو، ببینید یه آرایه واسمون برگردون که هر عضو نامبر رو گرفته ضرب در 2 کرده و به اون برگردونده. حالا اگه تغییرش بدیم جوابمون تغییر میکنه. دوباره صفحه رو رفرش میکنم، ببینید متناسب با اون تغییرات من تو خروجی تغییرات رو با هم ببینیم. خب پس یاد گرفتیم تابع پیکانی چه مزایایی داره. یکیش اینه که خب سینتکسش راحت‌تره، نوشتارش کوتاه‌تره، خواناییش بیشتره. تو استفاده از متدای آرایه اونجایی که باید یه تابع رو به عنوان پارامتر به مپ یا فیلتر مثلا پاس بدیم خیلی کارمون رو راحت‌تر میکنه، مخصوصا برای کار با متدایی مثل فور ایچ و فیلتر و مپ خیلی کاربردیه.